باورم نمیشه داره با نوشابه مشکی و پاستیل معجون لذاذت درست میکنه. حالا من با 4 رنگ نوشابه و پاستیل این معجون رو درست میکنم و به شما هم یاد میدم. امیدوارم به اوج لذاذت برسم. این از 4 رنگ نوشابه پاستیل. اونایی که نوشابه دوست دارن لطفاً اون قلب سفید و قرمزش کنن. اونایی که پاستیل هم دوست دارن لطفاً اون قلب سفید و قرمزش کنن. اونایی که خودشون رو دوست دارن اون قلب سفید بابا قرمز کنید بریم دیگه. نوشابه رو میریزیم تو تابه. اینم از پاستیل نوشابه‌ای. میذاریم روی شعله تا کاملا پاستیل حل بشه. برای 3 رنگ دیگه هم دقیقاً همین کارو میکنیم. بطری خالیشو نگه میداریم. وقتی کاملا حل شد میذاریم خنک بشه. حالا 5 ساعت باید بره تو فریزر. به یه نفر از شما یه اپل واچ فول کپی لیموکا میخواد بده. فقط باید صفحه لیموکا که اون پایین گذاشتم و داشته باشی و این زیر بیشترین تگ رو انجام بدی. این روزا دست همه داری آیفون میبینی فکر میکنی اصل نه، اینا سوپر فول کپیه که فقط با 5 تومن از لیموکا دارن تهیه میکنن. ارسال به سراسر ایران دارن. پرداخت در به منزل. دیگه چی از این بهتر؟ پرداخت در به منزل. لیموکا رو دریابید. دیگه تحمل ندارم، بریم امتحانشون کنیم. اول با فانتا شروع میکنیم. چه باحاله، خیلی خوشمزه است. نوشابه لیمویی. اینم خوشمزه است ولی فانتا خوشمزه تر بود. کوکاکولا. از همشون باحالتره. و حالا شاه توت. خیلی باحال رنگش. حتی از کوکاکولا هم بهتر شده. بچه ها حتما توی خونه درستش کنید و لذت ببرید. تا این ویدیو دیگه واسه بدرود.